در صحیح بخاری حدیث شماره 6104 و در صحیح مسلم حدیث شماره 60 از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس به برادر مسلمان خود بگوید ای کافر، این گناه به یکی از آن دو برمیگردد. اگر طرف واقعا کافر باشد، گوینده سخن راستی گفته است و گناهی ندارد، و اگر طرف مسلمان باشد، گناه این نسبت ناروا به گوینده برمیگردد. پس در هر دو صورت یکی از آنان گناهکارند.